سلام به همراهان خوب تهران ویزا. من نرگس سلیمانی هستم و خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ویدیوهای ما. امروز قراره درباره یکی از هیجان انگیزترین موضوعات مهاجرتی صحبت کنیم. لاتاری گرین کارت آمریکا. لاتاری یه فرصت تقریباً رایگانه برای گرفتن اقامت دائم آمریکا. این سیستم قرعه کشی هر سال اجرا میشه و توی اون افراد زیادی از سراسر دنیا انتخاب میشن تا شانس زندگی در ایالات متحده رو پیدا کنن. یه جورایی شبیه بلیت بخت آزماییه، اما خیلی جدی‌تر و البته قانونی‌تر. به طور معمول نتایج در اواسط ماه می اعلام میشن. این یعنی اگه قبلا ثبت نام کردی باید حواست به این ماه باشه، چون همون موقع میتونی بفهمی برنده شدی یا نه. البته برای فهمیدن نتیجه یه چیز خیلی مهم لازمه و اون هم شماره تایید ثبت نامته. این همون کدیه که موقع ثبت نام دریافت کردی. بدون اون عملاً نمیتونی چیزی بفهمی، پس خیلی خوب ازش مراقبت کن. نکته خیلی مهم اینه که فقط از طریق سایت رسمی دولتی آمریکا میتونی نتیجه رو ببینی. هیچ پیامک یا ایمیل رسمی در کار نیست. اگه کسی بهت گفت من برات نتیجه رو در میارم یا یه سایتی گفت ما به جای تو چک میکنیم، بدون که قضیه مشکوکه، چون فقط و فقط باید بری به همون سایتی که مخصوص اعلام نتایج لاتاریه و خودت نتیجه رو ببینی. حالا اگه جزو خوششانس هایی باشی که اسمشون در اومده، یه پیام رسمی بهت نشون داده میشه که داخلش اطلاعاتی مثل نام کاملت، سال قرعه کشی، شماره تایید و مراحل بعدی آورده شده. مثلا گفته میشه که باید فرم DS 260 رو پر کنی، معاینه پزشکی بری و وقت سفارت بگیری. بذار یه نکته مهم دیگه هم بگم. بعضیا وقتی میفهمن قبول شدن فکر میکنن دیگه همه چی تمومه و فقط باید چمدون ببندن، ولی نه. از اون لحظه تازه ماجرا شروع میشه. باید کلی فرم پر بشه، مدارک آماده کنی، بری سفارت، معاینه پزشکی انجام بدی. خلاصه یه عالمه کار هست که باید دقیق و به موقع انجامش بدی. اگه هم خب اسمت در نیومد، ناراحت نشو. خیلی‌ها سالها شرکت میکنن، اما در همین حین میتونی مسیرهای دیگه‌ای رو هم بررسی کنی. مثلا مسیر تحصیلی هنوز یکی از بهترین و در دسترس ترین راه هاست. حتی ممکنه با پذیرش از دانشگاه خوب و بعدش گرفتن ویزای دانشجویی پله پله بری جلو و بعد از اون سر فرصت برای اقامت دائم اقدام کنی. هیچ مسیری بسته نیست، فقط باید هوشمندانه و با برنامه جلو بری. راستی، بعد از گرفتن گرین کارت زندگی تو آمریکا چطوریه؟ خب، از لحظه‌ای که مهاجرت می‌کنی به آمریکا به عنوان یه مقیم دائم قانونی محسوب میشی. یعنی میتونی کار کنی، تحصیل کنی، حساب بانکی باز کنی و حتی از مزایای مختلف اجتماعی استفاده کنی. البته آمریکا هم قوانین خاص خودش رو داره. باید زبان بلد باشی، با فرهنگ اونجا آشنا بشی و برای زندگی مستقل و موفق از قبل برنامه‌ریزی مالی داشته باشی. حالا اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و حس میکنی شاید امسال نوبت تو باشه که برنده بشی، یا اگه بخوای بدونی چطوری از مسیرهای دیگه مثل تحصیل اقدام کنی، من یه پیشنهاد خوب برات دارم. بیا یه فرم مشاوره تو سایت تهران ویزا پر کن. مشاوران ما دقیقاً میدونن از کجا باید شروع کنی، چی لازمه، چطور اقدام کنی و چه مراحلی رو بدون دردسر پیش ببری. چه برنده بشی، چه بخوای مسیر دیگه‌ای رو امتحان کنی، ما اینجاییم که راه رو نشونت بدیم. تا قسمت بعدی برات یه عالمه شانس و موفقیت آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید.